بسیار سخته. الان این محترم میتونن ببینن که چگونه. اینجا که میبینید دقیقا محل سقوط این بالگردیه که متاسفانه اینجا سقوط کرده. دقیقا این محل سقوطشه. این خوده این تصاویر رو ضبط بکنن. سپاسگزارم از همه کسانی که کمک کردن، کمک حال ما بودن در جمعیت هلال احمر، در سازمان امداد جنوبی، در تیم پهپادی جمعیت با وزیر بهداشت، رئیس جمعیت هلال احمر و رئیس اتاق عملیات هلال احمر داشتیم. همچنان کابین محسن تهیه شده و الان دارین اینجا شما میبینید که متاسفانه بالگرد به این سبک، به این شکل یا